یک صاحبکار توجک با نام اکای شریف جان برای یک اویله نیوزمند خانه نو ساخته است. منبع این خبر سامانه اویله خبر داد که قرار است روزهای نزدیک این خانه را از حساب صاحبکار با تمام تجهیزات روزگار از یخدان و تفدان و کندیسنر تا تلویزیون و کامپیوتر، جیوان برای آشخانه و حتی دیک و طبق و کرپه و بالشت مجهز گردانند. اکای شریف جان وقتی کلید خانه را به خاله فاطمه و دختر او امیده 16 ساله می سپرد، وعده داد که او به امیده برای داخل شدن و تحصیل در دانشگاه نیز دست کمک خود را دریغ نخواهد داشت. اگر زنده باشم خواندنش را هم به عهده میگیرم، گفت صاحبکار. فاطمه و امیده 4 ماه قبل بعد 16 سال عذاب بیخونگی و دربدری به سامانه اویله مراجعت کرده خواستند تا زندگی پرمشقت آنها را به نوار بیارند. بعد نشر آن نوار اکای شریف جان همت کرده بنیاد خانه برای این اویله را به عهده خود گرفت. سامانه اویله برنامه ویژه‌ای را با نام امید آخرین پیش میبرد که توسط ویدیو درباره زندگی سخت اویله های محتاج و بیخانه قصه میکنند و چندین اویله تا امروز با شرافت این برنامه صاحب خانه شدند. از جمله ماه ایون اویله خبر داد که صاحبکار شناخته تاجیک حاجی محمد جان مرادوف، رهبر شرکت ساختمانی سرمنزل، باز به یک اویله محتاج خانه نو تحفه کرد. ملکه قوتوه ساکن شهر ترسانزاده 25 سال باز با فرزندان معیوبش حسن و حسین در یک خوابگاه عمومی زندگی داشتند. اویله نوش سرآغاز قرار بود که برای این اویله کم بضاعت از بناهای بلند آشانه خانه میخرند، ولی با نظر داشت آنکه حسن و حسین جوانند و فرد و اویله دار شده صاحب فرزند میشوند، صاحبکار دوراندیش برای این اویله یک اولی خیلی کلان و زیبا و زمانوی را پیدا کرد. حاجی محمد جان مرادوف با عملهای خیرش مشهور بوده. سال گذشته دست کم به 5 اویله محتاج و معیوب در کوچه های حسین زاده و عینی دوشنبه منزل های نو با تمام شرایط و جهاز لازم تحفه کرده بود.